آقای مصطفی فرزانه عزیز درود بر شما. حال شما خوبه؟ مرسی قربانتون. ببخشید تلفن ما اشکال داشت آقای. خواهش میکنم. نه بله اینترنت اشکال داشت، تلفن ما قطع بود چند دقیقه. آخه عجب صدایی. خواهش میکنم. عجب صدایی مستی. واقعا عجب صدایی بود آقای. واقعا عجب صدایی بود. حیف. آقای فرزانه اولین باری که مستی دیدید کی بود، کجا بود، یادتون هست؟ عرضم به حضورتون که آقای میبودی من یه کمی برمیگردم به عقب. اصلا از جوونی یعنی 16 سالگی من خانم مستی براتون میگم. اولین بار خانم پوران، زنده یاد پوران، که واقعا صدایی بود بی‌نظیر. من فکر میکنم اینم از اون صدایی است که نخواهد اومد. پوران حنجره خاصی داشت آقای میبودی. در 3 دوره خانم پوران برنامه داشت به نام ناشناس و بعد همسر آقای شاپوری شد به نام پوران شاپوری. بعد که دیگه از آقای شاپوری هم جدا شد به نام پوران برنامه داشت که خب اونجا خود داره. باید یه برنامه هم اختصاص دادیم به زنده یاد پوران. خانم پوران به من گفتش که من رفته بودم باهاش گفتگویی بکنم. چند مدتی فعالیت نداشت. آقای جانبخش بازیکی 2 تا آهنگ جدید بهش داده بود، زندگی های زندگی که یکیش بود، حتما یادتون میاد. من رسیدم خونه برای گفتگو با خانم پوران تو بولوار ناهید، جاده قدیمی، جاده پهلوی، بولوار ناهید، منزلشون اونجا بود. رسیدم منزل، گفت ای کاش 2-3 دقیقه زودتر اومدی. یه دختر جوونی اینجا بود، عجب صدایی داره، باید گوش کنی. ولی متاسفانه برادر این نمیذاره بخونه. گفته اگر تو بخوای بری بخونی من تو رو میکشمت. یعنی برادر من هستی؟ برادر من هستی. یه برادری داشت آقای میبودی، یه برادر داشت. برادرش نمایشگاه ماشین داشت. از اون به اصطلاح آدمای داشمشتیای قدیم که خودش برای خودش دوره ای داشت و خیلی شناخته شده بود. نمایشگاه کجا بود؟ نمایشگاه کجا بود؟ نمایشگاه فکر کنم من ندیده بودم اینجا، ولی فکر کنم تو خیابون شهرآوردی بود. من نمیدونم ولی فکر کنم تو خیابون شهرآوردی بود. خانم مستی هم بعدا هم برادر صحبت کرد. گفتم بس چطور راضی شد؟ گفت دیگه در عمل انجام شده قرار گرفت و دید که چقدر من معروف شدم، دیگه هیچی نگفت. بعد گذشت گفتم که خب حالا چی شد؟ گفت چی، من یه دوستی دارم. خانم پوران گفت یه دوست دارم به نام معین خانوم. این معین خانوم با من سالهاست دوسته، میاد خونه ما، میره میاد. من یه وقت یه کاری داشتم راجع به یه چیزی، گفتش یه نفر میرفتم بیاد. این دختر خانوم که بهت میگم اومد، این دختر خانوم بعدن شد مستی، ولی اون موقع اسمش بود افتخار، بهش میگفتن افی. تو اون آرایشگاه معین خانوم کار میکرد. جالب. توجه فرمودین؟ پس به عنوان آرایشگر رفته بوده به خانه پوران؟ به عنوان آرایشگر رفته بوده پوران. شما اینجوری حساب بفرمایید. جالب. به عنوان آرایشگر رفته بوده منزل پوران. بعد گفتش این من ایشونو ندیدمش. بعد یک روز من عرضم به حضورتون تو اداره رادیو داشتم میرفتم. برای روزای 3 شنبه میرفتم، برنامه شما رادیو ضبط میشد که جمعه ها پخش میشه. آقای سیاوش آذری از کیهان میرفت، من از طرف روزنامه اطلاعات میرفتم که برنامه رو رپورتاج کنم برای شب جمعه روزنامه که 5 شنبه در میاد، بگم فردایی که جمعه است رادیو چه برنامه‌ای داره. خب من رفتم رادیو، من که اومدم برم تو، آقای حبیب الله برور، زنده یاد حبیب الله برور، مربی معروف کشتی که مربی آقای تختی بود، شده بود به اصطلاح سرپرست نگهبانی رادیو که دکه‌ای بود و اون تو میشست و اینا، سرپرستی نگهبانی کل رادیو بود. صدا کرد گفت آقای فرزانه یا عقل دنبالت میگرده. گفتم کجا؟ گفت رفت طرف استودیو شماره 3. یعنی پرویز یاغی؟ بله. من جمله ها رو جوری میگم که آدم ها بهم گفتن.
نه اینکه من بخوام یه وقت خدا متوجهم. نه متوجهم. بله. ایشون به من گفت یا حقی دنبالت میگرد. این جمله هست میخوام بگم خدمتتون. من اومدم همچی که برم طرف اسکیجه شما رسته، دیدم آقای پرویز یا حقی با یه خانومی داره میاد. رسیدم اون سلام علیک کردم، گفتم پرویز خون کاری داشتین با من؟ گفت برای میخواستم که به عکاست بگم که یه عکس از خانوم بگیرن، خانوم روز جمعه ازش یک آهنگ پخش می‌کنه، آهنگ 420 گل‌ها از رادیو شما رادیو برای اولین بار پخش می‌کنه و ایشون برای اولین بار معرفی میشه. اونجا بود من با خانم مستی اولین بار میدیدمش، آشنا شدم، عکاسمون یه عکس گرفت، ما عکسمون تو اطلاع چاپ کردیم که جمعه شما رادیو یک خواننده میاد به نام مستی. اجازه گوش کنیم همون ترانه رو گوش کنیم. آره 420 گوش میکنیم. واقعا حیف. عجب صدایی آقای میبودی. عجب زیاده، چون هر کدوم من در موردش بخوام صحبت کنم حتما باید یه مقدارشو بشنویم. بسیار. بعد از این آهنگی که بلافاصله پشت این هفته بعد پخش شد، آهنگی که بود استاد انوشیروان روحانی ساخته بودن به نام دارم سوالیه خدا. اگه خاطرتون بود این آهنگم خیلی برای مستی کار کرد. یکی از آهنگایی بود که شعر از معینی کرمانشاهی بود، آهنگ برای انوشیروان روحانی بود. بذار یه قسمتش گوش کنیم. بله حتما گوش کن. دارم سوالیه خدا ای آشنا با فکر ما وی قادرت تمام چون می نوشتی سر نوشته ما خاکیان را قسمت چه کردی از ملک هستی
آقای فرزانه بنابراین با قول‌ها شروع کرده، با پرویز حقی انوشیروان. این آهنگ اونچنان برای من هستی کار کرد که جشن سالگرد رادیو بود. سالگرد رادیو قرار شد از تلویزیون پخش بشه. من اون موقع خونه رفتم کلش تو گوهردشت خریده بودم، روزا می آمدم تهران و شبا برمیگشتم گوهردشت. زنده یاد ارونقی به من گفت امشب سالگرد رادیوست و شما باید بری یه رپورتاج تهیه کنی هتل هیلتون. ارونقی کرمانی. بله زنده یاد ارونقی کرمانی، استاد من، انسان بزرگی بود. عرضم به حضورتون که من رفتم تلویزیون برنامه. اون شب خانم مستی اومد، دل میگه دل برمیاده اماد رام خون. خواهش میکنم گوش میکنیم. بنابراین که ایرانو فتح میکنه با این. آقای میبودی این آهنگ پخش شد در تلویزیون، خدا رو گواه میگیرم الان حالم خیلی بد شد. اگه بودید اینجا میدیدید که داره گریه میکنه، حالم خیلی بد شد. این آهنگ اونچنان در ایران سر صدا کرد که بلافاصله آقای منوچهر بیبیان شاعر این آهنگ رو پیدا کرد، خانم همای میرافشار عزیز، شعر مال هما میرافشار عزیز. و من آقای میبودی بله گوش میکنم. و من اولین بار خانم همای میرافشار که یک خانم بسیار بسیار زیبایی بود در دفتر آقای منوچهر بیبیان دیدم که آقای منوچهر بیبیان ازش خواهش کرد بیاد این شعر رو واگذار کنن به آقای منوچهر بیبیان برای که صفحه این آهنگ رو بدن بیرون. اون موقع صفحه بود و فروش این صفحه اونچنان فوق‌العاده بود که بپرسید از آقای بیبیان اگر برات نمیتونستن صفحه پر کنی یا به صفحه فروشی صفحه رو برسید. این کار برام هستی خیلی کار کرد، یعنی دل میگه دل برات. توجه فرمودید؟ بله. بعدها ادامه داشت تا اینکه یک روز من مجله روشنفکر بودم، زنده یاد آقای حسین مریم پسرمون سردبیر مجله بود. وقتی این آهنگ سر صدا کرده بود به من گفت که آقای فرزانه با آقای درنبر اگه میشه برین یه عکس از خانم مستی بگیریم بذاریم هفته دیگه روزه. گفتم باش. من زنگ دادم به مستی و هنوز سرکله هایده پیدا نشد. نه خیلی حالا خدمتتون عرض میکنم. حالا خدمتتون عرض میکنم. من زنگ دادم به مستی و اون خانم مستی اون موقع میدون ونک یه خانه هایی بود بهش میگن خانه های تک. یه شهرکی بود تازه مد شده بود. این شهرک یک سری مجموعه خونه بود، نه آپارتمان، خونه بود با یه زمین مثلا 200-300 متری هر کدوم، ولی خونه بود. شهرک سازی بود خیلی زیبا، میدون خود ونک به نام خانه های تک معروف. این خانه های تک یه سری تو جاده قدیمی شمرون نزدیک قلهک اون موقع ساخته شده بود که هایده اونجا میشه و هایده اون موقع شوهر داشت. اون معرفی کرده بود به صاحب این خانه های تک، خانم مستی، یک دونه خونه اونجا خریده بود. با من قرار گذاشت من رفتم اونجا. وقتی رفتم منزلشون
آقای اکبر گلپایگانی هم بود، آقای کوروش سرهنگ‌زاده هم بود، آقای اسدالملک هم اونجا بودن. توجه فرمودی؟ یعنی همه بزرگان بودن. بزرگان، بله بله. اصلا آقای میبودی، آقای گلپایگانی در یک مهمونی خانوادگی که بود، یادم رفت این خدمتتون بگم، خانوادگی که بود با مهستی تو اون مهمونی بودن، از مهستی خواهش کنن که بخونه، یا حقی هم تو اون مهمونی بوده. میبینه عجب صدایی، یه ما بعد زنگ میزنه به مهستی، میگه من یک آهنگی برای تو ساختم، آهنگ گلها، بیا بخون. میگه من نمیتونم. میگه چرا؟ آرزوشونی همه خواننده این آهنگو بخونن. میگه من نمیتونم، که برادرم برای که گفته اگر تو بری بخونی من میکشم. بنابراین کاشف ایشون گلپایگانی بوده. بله. نه گلپایگانی بعد یا حقی. بله کاشف ایشون گلپایگانی. گلپایگانی ایشونو برده تو مهمونی اونجا. آقای فرزانه اجازه بدید که از بازار آگهی رد نه تجریش، از بازار تجریش رد میشه. فرمید. همینون ارجمندم با آقای مرتضی فرزانه خبرنگار هنری هستیم که دنیای هنر رو واقعا مثل کف دست میشناسه با تمام زوایا، روشن و تاریک. آقای فرزانه بله بیفرمودید. من آقای موری گفتن که این آهنگ که پخش شد، گفت ما برای هفته دیگه مجله جوانان، مجله روشنفکر عکس مهستی رو بذاریم دیگه. من رفتم به خونه خانم مهستی که عرض کردم خانه های تک میدون و بنک، با ایشون قرار گذاشتیم توی حیات منزل ایشون، رو چمنا نشست ایشون. آقای کیومرث درنبخش، برادر همون کامبیز درنبخش کاریکاتوریست معروف، از ایشون یه عکس گرفت. اون موقع گراوارسازی بود، هنوز فیلم و زینگ و اینا نبود، باید گراوارسازی میدادی میساختن عکس رو جلدو و خودت رو تعیین میکردی که رنگایی باشه. یادمه ایشون یک کلاه بافتنی گذاشته بود گوشه سرش که آقای درنبخش اینو یک رنگ خیلی قشنگی داد و اولین عکس روجلدی در مجله روشنفکر با خانم مهستی چاپ شد و یک مصاحبه 2 صفحه‌ای. جالب. تیتر مجله چی بود؟ تیتر مجله یادتونه؟ تیتر مجله یادم نیست. یادتون نیست؟ نه تیتر مجله رو یادم نیست، ولی عکس رو کاملا یادمه که یه عکسی بود ایشون تو چمن نشسته بود، اون کلاه بافتنی هم روی نوک سرش اونم یادمه. عکس رو دارید هنوز؟ نه خیر. هیچ وقت این عکس من ندیدم. بله. این اولین عکس، یعنی اولیش عرض کردم رادیو که میخواستیم چاپ کردیم توی اطلاعات، یه عکس کوچیک بود. اولین روزی که از خانم مهستی چاپ شد. تیراژ برد بالا یا نه؟ تیراژ مجله میبودی. والا اینا رو یادم نیست. یادتون نه یادم نیست. ولی این آهنگ اون چنان سر صدا کرده بود که خب سردبیران میدونین دیگه منتظری همچین مسائلی هستن تا ببینن که مسئله روز چیه. این مجله چاپ شد و من خانم مهستی رو آشناییم بیشتر باشون شد، بیشتر رفت آمد با ایشون داشتم، شاید بیشتر از هر خواننده دیگه‌ای من با خانم مهستی رفت آمد داشتم. خانم مهستی ازدواج کردن با آقای کوروش ناظمیان، پدر همین سحر. مهستی یک دختر داره، اونم مثل سحره که اینجا زندگی میکنه و 2 نوه داره ازش، از سحر. پدرش کوروش ناظمیان بود که در کودتای نوژه توسط آقای خلخالی اعدام شد. عجب. بله. اما اون موقع خانم مهستی از ایشون جدا شده بود که اعدام شده بود. توجه فرمودید؟ بله. ایشون ازدواج دومی کرده بود با آقای بهرام سنندجی. بهرام سنندجی کی بود؟ همون که بوتیک معروف به شار جردن داشت. همون بوتیکی که
خانم ثابتی مقام امنیتی رفته بود تو اون بوتیک چیزی بخره، کیفش گم شده بود و از صاحب بوتیک یعنی کسی که مدیریت بوتیک گفته بود در ببندین، هیچ کس بیرون نره. اونجا بحث و گفتگو میشه، همراه آقای ثابتی اسلحه‌اش در میره و یک کشته اونجا به جا میمونه که سر صدا کرد تو روزنامه ها. بهرام سنندجی اون بود که کفش شارژوردن رو داشت و بوتیک شارژوردن. بنابراین اتفاق قتلی که افتاد توسط محافظ خانم پرویز ثابتی در این بوتیک بوده. بله در این بوتیک بود و روزنامه ها همه اطلاعات کیهان خیلی سر صدا کرد چاپ شد، ولی خب مقام امنیتی بود آقای ثابتی. چون من سیاسی وارد نیستم. ببینم نه شایعه و اینا که نبود، واقعی بود؟ شایعه بود یا واقعی بود؟ نه واقعی بود آقای واقعی. اتفاق افتاد. بله اتفاق افتاد آقای بهرام سنندجی اومدن به امریکا با خانم مهستی به چه واسطه ای اومدن امریکا؟ من و همسرم که اینجا اومده بودیم با فرزندانم قرار بود برای گرین کارت ما یه اقدامی بکنیم. این معبود به قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب؟ بعد از انقلاب. حالا دیگه خانم مهستی میخواد وارد امریکا بشه ولی هنوز وارد امریکا نشده. بعد از انقلاب با همسرش آقای بهرام سنندجی اومده در انگلستان. ما اینجا میخواستیم گرین کارت بگیریم، گفتن تنها راهی که بازه برای گرین کارت کد آشپزی میتونیم باشه. ما رفتیم یه کاباره‌ای بود اینجا، کاباره کلبه، خیلی کاباره معروفی بود، خیلی معروف بود، آینه کاریش اصلا بی‌نظیر بود. بعدها استودیو یونیورسال اینو خرید بعدها که از اونجا استفاده کنه برای فیلم برداری داشت. اون کاباره رو ما رفتیم با صاحب اونجا یه آقای بود به نام آقای بازرگان شراکت کردیم با $60,000 پول و گرین کارت خانم من از طریق همون کاباره کلبه طریق آشپزی صادر شد. در همین حیث و بیت ما تنها خواننده هایی که اینجا داشتیم رامش بود، سماعی زاده بود، عقیلی بود، دیگه خواننده اینجا نداشت. خانم پوران هم بود، خانم پوران نمیخوند تو کاباره. قرار برای این شد که بریم خانم مهستی رو از انگلستان بیاریم. توجه فرمودین؟ بله. خانم مهستی انگلستان. قراردادی که میخواستیم به خانم مهستی ما ببندیم آقای غریب افشار بود و من بودیم انگلستان. قراردادی که ما بستیم با شبیه $1,500 ایشون بیاد در کاباره کلبه بخونه هفته ایستش. کاباره کلبه کجا بود؟ کاباره کلبه بربنگ، نزدیک فرودگاه بربنگ. نزدیک فرودگاه. یکی از کاباره های خیلی شیک و زیبا. یعنی فرودگاه با پاپ دیگه نیست؟ بربنگ معروفه. بله. با پاپ. ولی یادم از اون فریوی که میرفتیم از بربنگ خارج میشدیم میرفتیم این کاباره. ما تو اون کاباره ضرر کردیم، $13,000 از $60,000 پول اونو گرفت. بقیه ضرر کرد. ضررش هم دلیلشی. حالا از راه دور نریم. ما با آقای غریب افشار رفتیم با خانم مهستی قرارداد بستیم، تموم شد. آقای میبودی خانم مهستی من اشتری کشید کنار، گفت من میام به شرط که هایدر نگه. اگه قرارش همه چی گفته بشه بزده گفته. توجه فرمودین؟ بله. به شرطی که هایدر نگه. خانم مهستی اومدن کاباره کلبه هفته 3 شب میخوندن، شبی $1,500. ما خوردیم به گروگانگیری ها. گروگانگیری ها گرفتن و تمام ایرونیا وکیلاشون این برابر میگفتن جاهایی که عمومیه نرین ممکنه امریکایی ها بخوان که عکس العملی نشون بدن. کاباره ضرر میکرد تا بالاخره ما مجبور شدیم که کاباره را از خواننده مثل مهستی و عقیلی و شماعی زاده و اینا در بیاریم بکنیم ساز ضربی با قیمت کم، که دیگه اون موقع ما از کاباره کنارگیری کردیم. همونطور که خدمتتون گفتم خانم مهستی و آقای بهرام سنندجی
یک پا شراکت با صاحب کاباره اونجا پیدا کردن و کاباره ادامه پیدا کرد. آها. ادامه پیدا کرد تا کاباره درش بسته شد. گذشت من دیگه با خانم مهستی طرف نبودم، یعنی نمیدیدمشون تا اینکه آقای استاد جهانبخش پازیکی اومدن به امریکا. یه دوستی داشتم در اورنج کانتی، آقای جهانبخش پازیکی یکی از مدیر کلای شرکت نفت هم بودن، علاوه بر اینکه آهنگساز و ترانه‌سرای خیلی به نامی بودن، یکی از مدیر کلای شرکت نفت بودن تو خیابون تخت جمشید، شرکت نفت کلی. من اونجا اغلب میرفتم ایشون رو ملاقات میکردم. آقای پازیکی اومدن خودشون به تنهایی اومدن اورنج کانتی پیش یکی دوستشون به نام آقای نیرومند که از کارمندای شرکت نفت بود اونجا بود. من در اونجا با آقای پازیکی رفت آمد داشتم. قرار شد که یک شب من برم همراه ایشون و آقای پازیکی رو بیارم به استودیوی اینجایی که از استودیوهایی بود که تو بنای بود، ضبط آهنگ بود. آهنگی برای خانم مهستی ساخته بودن به نام اسیر. من خواهش می‌کنم از خانم فرزی، یادم رفته تایشون بگم این آهنگ اگه میشه پیدا کنن حتما گوش میکنیم. بنابراین آقای فرزانه بین مهستی و خواهر شکراب شده بود. عرض می‌کنم بهترین آهنگایی بود که در امریکا ضبط شد. اولین آهنگی بود که خانم مهستی بعد از اومدن که اون امریکا از آقای جهانبخش پازیکی این آهنگو خوندن، اسیر. دو تا آهنگ اون شب ضبط شد تو استودیو و تا ساعت 4 بعد از شب، 5 بعد از شب، از ساعت 9 شروع شد و این ضبط طول کشید تا اون موقع. من اون موقع آقای جهانبخش پازیکی رو بردم اورنج کانتی نشوندم، دوباره خودم برگشتم به لس آنجلس. دیگه همچنان آقای پازیکی حدود 40 آهنگ در دوران غربت به خانم مهستی دادن. اما فرمودین خانم هایده چون ازدواج کرده بود به کار خوانندگی نیامده بود. اول مهستی همونطور که خدمتتون عرض کردم توسط یا عقی معرف شد. خانم هایده بعداً که از همسرش جدا شد اولین آهنگی که خوند آزاده‌ام از آقای تجویدی بود در رادیو که اونم در گلها پخش شد. بعد یکی از زیباترین آهنگای خانم مهستی بود که آقای پازیکی اینجا بهشون دادن. در همون دورانی که خانم هایده این آزاده‌ام از زنده یاد تجویدی خون در گلها، خانم هایده تصمیم گرفت که بیاد ترانم بخونه. اومد یک ترانه از آقای جهانبخش پازیکی گرفت به نام نفرین. وای چه خوب بود که خدا قدرتشون نشون میداد یا به من صبر میداد اگه بری نفرین میکنم. یکی از زیباترین آهنگایی بود که هایده خون و این آهنگ خیلی سر صدا کرد برای هایده. جالبه. یعنی بنابراین این آهنگ باعث شهرت هایده شده. شهرت هایده شد، خیلی هم باعث شهرت هایده شد. جالبه. در این حیدوبه خانوم مهستی با من صحبت کرد، گفت که فلانی، گفت میشه با آقای پازیکی صحبت کنی، من یه قراردادی یه ساله باش ببندم برای آهنگ. درست همون زمانی بود که این آهنگ اگه بری نفرین میکنم خانم فرزی پیدا کردن یا نه؟ بله. خب تا همینجا متاسفانه بعد با ادامه بدیم با آقای فرزانه. آقای فرزانه خیلی تشکر میکنم. یادتون باشه تو کجا اومدیم. گفتگو آقای فرزانه رو همیانم در برنامه قبل بعد حتما دنبال میکنیم. خیلی هم ممنونیم از فرزانه که این تکش هم خودت میخوندی آقای فرزانه. کدوم تکر؟ همین تو رو نفرین میکنن. هم خوندم که آقای نه بازم بخونید. حالا یه دفعه دیگه بخونید. آی چه خوب بود که خدا قدرتشون نشون میداد یا به من صبر میداد اگه بری نفرین میکنم فریاد دیگه پاتی میکنم. آی فرزان نمیدونستم کاباره داشتی.
جا نمیدونستم. کاباره کلبه اینجا جای ما خالی بوده پس. آقای سرمون اومده تو این لساندیره. آخه حالا آقای سرمون حالا یه دفعه باید خاطرات کاباره رو بگی. برای ممنونم. چه خاطراتی اونجا چه خاطرات. ممنون از فرزانه عزیز. سپاسگزارم.